در زمینه تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن پرافتخار ملی در ناحیه قبادیان بنیاد 158 انشاءات مهم خواجگی خلق به نقشه گرفته شده تا امروز 130 تای آن به استفاده داده شده است و این روند با سهمگذاری حکومت مملکت و ساکنان و صاحبکاران وسعتی تازه دارد. تامین خدمتچیان دولتی با منزل زیست یکی از اقدامهای نوبتی بخشیده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور به شمار رفته. بنیاد بینای نو و زمانوی با فراگیری 45 عائله کارمندان امروزها به انجام رسانیده شده. کارهای وصل و نصب تجهیزات ضروری روزگارداری در آن ادامه دارد. بینای خوشتر استخامتی با مبلغ‌گذاری دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. کارهای ساختمانی آن با جلب ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود پرویز 92 با سطح و صفت بلند انجام داده شده است. سال سال با افزون گردیدن شماره اهالی طلبات به مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی زیاد گردیده. با نظر داشت این در ناحیه قبادیان ساختمان کودکستان و بنا و صنفخانه‌های ایلاوگی بیشتر برآمده مانده می شود. با اقدام صاحبکار وطنی در دهه سریدیج جماعت دهات کیقوباد فرهاد زیایف مؤسسه تا مکتبی سه آشیانه با فراگیری 500 کودک برای تعلیم و تربیت بنیاد گردیده است که تا سال نو تحصیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بنا با نظرداشت شرایط بهتری تعلیم و تربیت بنیاد یافته همزمان با مرکز گرمدهی یگانه پیوست می‌گردد که در فصل سردی سال حرارت صنفخانه‌ها معتدل نگاه داشته می‌شود. برای در عمل تطبیق نمودن دستور سفارش‌های اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه منطقه‌های اهالینشین و ناحیه‌ها بنیاد باغچه‌های بچگانه برآمده شده ایستاده است. طوری که شما علاقه می‌بینید از طرف یک نفر صاحبکار محلی فرهاد زیایف در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 11 ناحیه قبادیان باغچه بچگانه برای گنجایش 500 نفر تعلیم گیرندگان آماده گردیده ایستاده است. ما نیت داریم که در سال نو خوانش 2025 مؤسسه مذکور به استفاده دهیم. مورد ذکر است که با توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت برای نسل نوروز شرایط تعلیم و تربیت بهتر گشته مؤسسه‌های تا مکتبی با تمام لوازمات و اشیاء خوانش تامین می‌باشند. بهر بلند برداشتن دانش ذهنی تربیت گیرندگان در مؤسسه تا مکتبی رقم 1 ناحیه مربیه‌های با تجربه جلب شده امروزه با کودکان مشغولیت‌های گوناگون شوق‌آور دایر می‌نمایند. رشد باثبات ساحه علم و معارف از تامین شرایط سازگار در این سمت وابستگی زیاد داشته با مقصد برطرف نمودن مشکلات جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد بنا و صنفخانه‌های ایلاوگی همساله براه مانده می شود. از طرف صاحبکاران باننگ و باناموس نوای قبادیان چهل که ما دیدیم در نزد مؤسسه تحصیلات میانه رقم 11 یک بنای سه آشیانه برای 500 جای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی علاقه به اتمام رسیده است. در روز جشن استقلالیت دولت عزیزمان به استفاده داده می شود. در این روند با سهم صاحبکار محلی ناظم ملیکوف در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 51 بنای ایلاوگی سه آشیانه عبارت از 24 صنفخانه، تختخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و کتابخانه ساختمانش ادامه داشته با بنیاد آن 1400 نفر خواننده در دو بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. از جانب یک صاحبکار وطنی ملیکوف ناظم جان در نزد مؤسسه تعلیمی میانه 51 ساختمان سه آشیانه با تختخانه عبارت از 24 صنفخانه برای 1400 جای نشست در دو بست با شرایط حاضر زمانه با طرز نوی اصول ساختمانی که شبکه‌های اینترنتی و با پر تامین نمودن برق آفتابی در فصل زمستان پیش بینی کرده است و در انشاءات تالار ورزشی، آشخانه، کتابخانه، تالار مجلسگاه برای جای نشست 170 جای نشست در نظر داشته شده است. از آن جمله صنفخانه‌های فنی در نظر داشته شده است و تخت‌های الکترونی پورا تامین کرده می شود و از آن جمله در هر یک صنفخانه کامراهای نظارتی مشاهده نصب کرده می شود. همزمان با مقصد فراهمسازی شرایط برای تعلیم گیرندگان مؤسسه تعلیمی رقم 19 ساکنان دهه‌های سنگوبا و باباجان غفوروفی جماعت دهات ناصر خسرو در همبستگی بنای ایلاوگی دو آشیانه تعلیمی را بنیاد نمودند که برای 300 نفر خواننده نگرانیده شده است. کارهای ساختمانی بنا به انجام رسیده در سال تحصیلی 2025-2026 مورد استفاده قرار داده می شود. در نزد دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه بنیاد چنین صنفخانه‌های ایلاوگی از جانب ساکنان و صاحبکاران ادامه داشته مقصد است تا تجلیل جشن استقلالیت دولتی پورا به استفاده داده شوند.